سرخط اخبار: شماره از مسیرها در ولایت‌های غور، غزنی، بامیان و دایکنی در پی برفباری مسدود شدند. کمک بیش از 16 میلیون یورویی برنامه جهانی غذا به افغانستان. مرگ یک فعال مدنی بعد از آزادی از زندان طالبان. اجرای آتشبس در غزه و اسرائیل و سوگند دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا. مشروع اخبار: شماره از مسیرها در ولایت‌های غور، غزنی، بامیان، دایکنی و فاریاب در پی برفباری مسدود شدند. وزارت دفاع ادامه طالبان میگوید که شماره از شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی در ولایت‌های غور، غزنی، بامیان، دایکنی و فاریاب در پی برفباری مسدود شدند. این وزارت روز دوشنبه یک دل و افزودک شاهراه کابل غور در مسیر کوتل بکک بر روی ترافیک مسدود شده است. همچنان این وزارت اضافه کرده که مسیرهای ولایت غزنی در ناحیه ولسوالی ناور به دلیل برفباری به طور موقت بسته شده است. وزارت دفاع ادامه طالبان افزودند مسیرهای شاتو و حاجیگگ کوتل‌های بامیان در مسیر پنجاب، آبقل، کرمان، دهن سیاه و پنجناب به طور موقت برای ترافیک مسدود شدند. در همین حال در خبرنامه وزارت دفاع ادامه طالبان آمده است که مسیرهای نیلی قوناق، نیلی اشترلی و نیلی کیتی برای ترافیک در ولایت دایکنی بسته شدند. افزون بر این، ارتباط مسیر ولسوالی های کوهستان در ولایت فاریاب و البدر در ولایت سرپول که به دلایل مشابه قطع شده است، گفتنی است که شاهراه سالنگ صبح امروز تنها برای موتورهای تیزرفتار بازگشایی شد. برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرده که اتحادیه اروپا 16.5 میلیون یورو به این نهاد برای رسیدگی به مناطق آسیب پذیر در زمستان کمک کرده است. این سازمان روز دوشنبه یک دل تاکید کرده که این مبلغ برای گسترش کمک‌های غذایی به خانواده‌های آسیب پذیر و تغذیه کودکان خردسال و مادران به مصرف خواهد رسید. به گفته این سازمان، احتمال می‌رود در زمستان جاری 15 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطح اضطراری ناامنی غذایی مواجه شوند. حمزه الفت، فعال مدنی، بعد از آزادی از زندان طالبان جان باخت. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با تسلیت به خانواده حمزه الفت، فعال مدنی، مرگ او را قابل تحقیق و مؤاخذه خواند. در همین حال شماری از فعالان مدنی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس‌هایی از حمزه الفت خواستار تحقیقات برای حقیقت یابی در مورد علت مرگ او شدند. حکومت طالبان اما واکنشی نشان نداده است. برخی از این چهره‌ها گفتند که آقای الفت 4 ماه در بازداشت حکومت طالبان بود و به شدت شکنجه و ضرب و شتم شده بود. از برخی تصاویر آقای الفت در صفحات اجتماعیش برمی‌آید که او در گذشته عضو جنبش روشنایی بوده است. شماری از کسانی که او را از نزدیک می‌شناختند گفتند که او در اعتراضات زنان برای تأمین حقوق آموزش و کار شرکت کرده بود و علت بازداشتش را همین فعالیت‌ها می‌دانند. حامیان حمزه الفت در شبکه‌های اجتماعی گفتند وی به دلیل شکنجه در زندان و آسیب‌هایی که بر او وارد شده بود پس از رهایی از زندان حکومت طالبان جان باخته است. آتشبس در غزه در مرحله اول اجرایش قرار گرفت. آتشبس شکننده در غزه پس از 15 ماه جنگ وارد دومین روز خود شد. پس از شروع نامطمئن اولین تبادل موفقیت‌آمیز باعث شد حماس گروگان اسرائیلی را آزاد کند قبل از اینکه 90 فلسطینی از زندانی در کرانه باختری اشغالی آزاد شوند. اتوبوس حامل زندانیان را که بسیاری از آنها زن بودند جمعیت زیادی احاطه کرده بودند. در میان زندانی‌های مبادله شده فلسطینی خالد جرار، رهبر یک جناح چپ فلسطینی نیز دیده می شود. هم گروگان‌های اسرائیلی و هم زندانیان فلسطینی با خانواده‌های خود دیدارهای عاطفی داشتند. در این حال بیش از 500 کامیون کمک رسانی وارد خاک غزه شده است. نخستین روز اجرای آتشبس میان حماس و اسرائیل از عصر یکشنبه با لحظات تاریخی همراه بود که از یک سو با جشن و شادی و از سوی دیگر با غم و احساس ناکامی همراه بود. اجرای آتشبس عصر یکشنبه 19 ژانویه در حالی آغاز شد که کم مانده بود امروز صبح هنوز آغاز نشده ملغا شود. این آتشبس که قرار است 3 مرحله داشته باشد در روز اول با آزادی 3 گروگان زن اسرائیلی آغاز شد. دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوری خود با عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد. دونالد ترامپ که با ادای سوگند رسما در دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، سخنرانی خود را در مراسم تحلیف با این جمله شروع کرد:
دوران طلایی آمریکا از این لحظه آغاز می شود. از این لحظه و بعد کشور ما شکوفا و محترم خواهد شد. من خیلی ساده در همه موارد آمریکا را در اولویت قرار خواهم داد. آقای ترامپ سخنرانی خود را در حال آغاز کرد که بسیار از مقام‌های ارشد فعلی و سابق ایالات متحده در این مراسم حضور دارند، از جمله رؤسای جمهور سابق این کشور و کامالا هریس رقیب انتخاباتی او و همچنین جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا. دونالد ترامپ در اولین سخنرانی خود گفت به خاطر یک هیئت حاکمه فاسد بحران اعتماد کشور را فرا گرفته است. او گفت اختیارات به دولت خواهد داد که خیانت‌ها را خنثی کند و به مردم اعتماد را برگرداند. او گفت دوره انحطاط آمریکا به پایان خواهد رسید. دونالد ترامپ در سخنان خود به مسائل روزی آمریکا پرداخت، از جمله به آتش‌سوزی در کالیفرنیا و طوفان دریایی در کارولینای شمالی اشاره کرد. او گفت که این فجایع طبیعی چون آتش‌سوزی برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد را که برخی از آنها همین الان اینجا نشستند را هم تحت تاثیر قرار داده است. او افزود آنها دیگر خانه و کاشانه ندارند. خیلی جالب است. و همچنین گفت که نظام بهداشتی آمریکا در هنگام فاجعه کارایی ندارد، در حالی که به گفته او این سیستم بیمه بهداشتی بیشتر از هر جای دیگر در جای جهان هزینه برمی‌دارد. آقای ترامپ به نظام آموزشی آمریکا هم اشاره کرد و با انتقاد تند گفت که محتوای آموزشی فعلی در مدارس آمریکا به گونه‌ای است که معلمان به کودکانمان تلقین می‌کنند که از اون چه هستند شرمنده باشند. همه اینها عوض خواهد شد، از همین امروز و سریع هم عوض خواهد شد. در حالی که اکثر جملات آقای ترامپ پس از ادای سوگند با صدای کف و تشویق حاضران همراه بود، دوربین‌های تلویزیونی واکنش‌های متفاوتی در صورت حاضران بلندپایه ثبت کردند، از جمله جو بایدن و معاون او کامالا هریس که در این عکس دست کم از چهره اونها به نظر می‌رسد که از سخنان آقای ترامپ متعجب و بلکه ناراضی‌اند.